در غمی امت شب و روزش به طاعت صرف شد. ورد لبهای مبارک بیگمان 5 حرف شد. چشم بگشاد و زبانش امتان را یاد کرد، تا دمی مردن برای ما و تو فریاد کرد. دیدگانش بحر امت جاری از آبی روان، یاد امت می نمود بحر دمی روزی گران. تا نفس اندر تنش بودن نگفت جز امتی، هر دمی می گفت شب و روز امتی و امتی. از خودت ای جان شیرین پرس یک دم این سؤال، بحر پیغمبر چی کردی بر گناه دادی مجال؟ آه از آن روزی که ما را باز پیدا می کنند، جمله نیک و بدی ما را هویدا می کنند. شرم عصیان بر زمین می افکند سرهای ما، بشکند آن روز مشکل بالا هم برهای ما. غافلا قدری پیامبر را بدان بیدار باش، لااقل از بحر حال زار خود غمخوار باش. خدمتی دینی نبی ساز و شکن عهد گناه، تا بیابی چاره مشکل این راهی تباه. تا پیامبر از تن و جانت تو را شیرین نشد، بیگمان این پیروی ها پیروی از دین نشد. جان و صد جان را فدا کن بحر نامی مصطفی، تا که این قلبی سیاحت را رسد صبحی صفا. مصطفی گر امتی می گفت بحری امت است، امتان است که شجاع و مرد راهی همت است. جان شیرین پند اقبال بشنو و غافل مشو، پیروی دینی نبی باش و بنی جاهل مشو. در غمی امت شب و روزش به طاعت صرف شد، ورد لبهای مبارک بیگمان 5 حرف شد. چشم بگشاد و زبانش امتان را یاد کرد، تا دمی مردن برای ما و تو فریاد کرد. اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران مهربان من، الهی الله سبحانه و تعالی در روز محشر از شفاعت حبیب خود محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هر یک و یک ما و شما را نصیب روزی گرداند. الهی الله سبحانه و تعالی در روز محشر ما را به نام امت لایق شدن در عملهای نیک ما ثابت قدم گرداند. الهی الله سبحانه و تعالی گناههای ما را مغفرت، توبه‌های ما را مقبول و دعاهای ما بندگان عاجز و پرخطا و پرگناه را مستجاب گرداند. الهی از رحمت و کرم خود بی نصیب نگرداند. الهی هر یک ما و شما را از گناه و معصیت برای راست اهدنا الصراط المستقیم هدایت فرماید. آنها گفته نماند که مصرعی که در بالا شنیدید از جانب برادر ما اکی محمد اقبال رشتی ایجاد گردید. الله سبحانه و تعالی قلم ایشان را بر راه و در زندگیشان فیض و برکات نصیب روزی گرداند. با احترام، دوست و برادر شما، امید رحمت.